بسیاری رقم میپرسن راستش اچی جهت من رقم من میفهمم که مثال به هر یک کدوم شما صحبت کنم و پرابلم‌های شما را گوش کنم و حل مشکلات ببرم، لیکن متاسفانه میپرسن جوابش میدی جواب تا قبول نمیکنه. فلانی انسان خیلی گفت میپرسیش که آیا همون انسان متخصص همی کاره؟ نه. چی کاره؟ تاکسی است. او چی کاره؟ استرویکا چی؟ آخه مادامی که اونها در این سخن نباشن چی با گپ اونها را قبول میکنین؟ گپ ما را نه. با امور قبول کردین دیگه نپرسین، دیگه کس غم نتین. مثلا میپرسن که چیکار کنی که مثلا ما از سحر و جادو سوز شیم؟ خیلی میگوشه تهجد بخون، سوره بقره، سوره صافات، سوره دخان و سوره کوتاه 4 تا قول بخون. میگه فلان انسان گفت که برای عرق بخور سوز میشه، جادو بریده میشه، نعوذ بالله. ای انسانان خوب، الله سبحانه و تعالی هیچ محل در چیز حرام شفا را نمونده. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که الله یگان چیز شفا نمونده در چیز حرام. ای برادر عزیز، الله نیابان باشه. حسبنا الله و نعم الوکیل. هر انسانی که متخصص هر کاره از همون چیز هم کاره بپرسین. مثلا من حجامیستم، درباره حجامه. من جین خانم درباره حجامه را پرسین. درباره فتوای طلاق و نکاح ها گفتی که با مشکلات زندگی من را نپرسین. مثال انسان اورولوگای درباره گفتی که با سنگی گرده و درباره پرستات از او چیزا پرسانش بکنین. انسانی گینیکولوگای از گینیکولوگ هم بیماری را پرسان بکنین. از زنای کلان سال، از زنای گفتی که با فالبین دیگه چیز از اونها پرسان نکنین. انسانی کاردیولوگای برای درد دل داون نقل کنین. هر یک انسان متخصص شه بکنید. انسان اعصابش خرابه، فلان انسان گفت که جین زده های، بیارن پیش من میگه جین، میگم که همین جین نداره. میخوانش خواندن البته قرآن شفا های، لیکن اعصابش خرابه بلکه بجای فایده ضرر میرسونه. میقپانش مجبور بخونش. او پسیخالیسک وایرونش ایگو را میقپان میزنش که بشین. میگه من نمیشینم، نمیتونم، تو قدم میکنم، زده بخونش. مثلا مرا سیاست که بخونش. حسبنا الله و نعم الوکیل. یعنی هر یک انسان متخصص شه بکوین. هر انسانی که هر چی گپ میگه بپرسینش که ای برادر آیا تو متخصص میکاری؟ بگه نه، بگو التماس در ساحه خودت گپ بزن. خدا نگهبانتون باشه. السلام علیکم.